چگونه عشق و همکاری با موفقیت انجامید. داستان سارا و امیر، داستان الهام بخش. شنونده های عزیز کانال رومیو وایبز، سلام بر شما. امید که خوب و سرحال باشه. در این برنامه یک داستان الهام بخش و موفقیت را به خوانش میگیرم. داستانی که به همکاری و عشق در یک رابطه میپردازد. با هم یک جا میشینم. در یکی از دانشگاه‌های شلوغ و پر جنب و جوش، سارا و امیر برای اولین بار در یک کارگاه برنامه‌نویسی به هم آشنا شدند. سارا با لبخندهای دلنشین و انرژی مثبتش دل هر کسی را می برد. او همیشه پر از ایده‌های جدید و هیجان بود و امیر هم با چشمان درخشانش و مهارت‌هایش در برنامه‌نویسی به سرعت دل سارا را تسخیر کرد. از همان لحظه اول یک جاذبه خاص بین آنها شکل گرفت که هر دو را به هم نزدیکتر می کرد. سارا و امیر شبها در کافه‌های دانشگاه ساعتها را به گپ زدن درباره ایده‌های بزرگشان می گذرانیدند. سارا با شور و شوق می گفت: تصور کن که مردم چطور می توانند با اپلیکیشن ما زمانشان را بهتر مدیریت کنند. و امیر با محبت به او نگاه می کرد و می گفت: ما می توانیم این خواب را به واقعیت تبدیل کنیم. این گفتگوها نه تنها از نظر فکری بلکه از نظر احساسی هم آنها را به هم نزدیکتر می کرد. هر بار که سارا درباره ایده‌هایش صحبت می کرد، امیر احساس می کرد که چقدر خوش شانس است که چنین فردی را در زندگیش دارد. او همیشه می گفت: تو بهترین شریک من هستی، نه تنها در کار بلکه در زندگی. و سارا با لبخند پاسخ می داد: با تو هر چالش آسان می شود. پس از فارغ التحصیلی به جای انتخاب شغل‌های راحت و آسان تصمیم گرفتند روی ایده‌شان کار کنند و استارتاپ خود را راه اندازی کنند. در این مسیر هر روز به یکدیگر قوت قلب می دادند و این نزدیکی آنها را به هم پیوند می زد. سارا می گفت: با تو هر سختی آسان می شود. و امیر با نگاه عاشقانه به او می گفت: عشق تو نور زندگی من است. یک شب زیبا در کنار هم نشسته بودند و با آیندهشان فکر می کردند. سارا با چشمان پر از امید گفت: اگر با هم باشیم هیچ چیز نمی تواند ما را متوقف کند. امیر دست سارا را در دستانش گرفت و با نرمی گفت: ما یک تیم هستیم و هیچ چیز نمی تواند عشق ما را خراب کند. این جمله قلب سارا را پر از شادی کرد و او احساس کرد که در کنار امیر می تواند به هر آرزویی دست یابد. ماها گذشت و آنها با چالش‌های زیادی روبرو شدند. گاهی اوقات ناامید می شدند، اما هر بار که به مشکل می خوردند با هم کنار می آمدند و با عشق و امید به جلو حرکت می کردند. سارا به امیر می گفت: تو همیشه امید من هستی. با تو حتی تاریک‌ترین روزها هم روشن می شوند. و امیر با نگاه پر از محبت به او پاسخ می داد: عشق تو به من انرژی می دهد تا از هر مانع عبور کنم. یک روز وقتی در حال کار بر روی اپلیکیشنشان بودند، سارا ناگهان گفت: امیر، فکر می کنی چی اتفاقی می افتد اگر این اپلیکیشن را به درستی معرفی کنیم؟ امیر با لبخندی گفت: ما باید آن را با جان و دل معرفی کنیم. اگر با آن ایمان داشته باشیم موفق خواهیم شد.
این کلمات انگیزه دوباره به سارا داد و او با اشتیاق بیشتری به کار ادامه داد. روزهای طولانی به هفته ها و هفته ها به ماه ها تبدیل شد. بالاخره بعد از تلاش های بسیار توانستند یک سرمایه گذار جذب کنند. اپلیکیشن آنها به سرعت در میان کاربران محبوب شد و این موفقیت نه تنها خوشحالی برایشان به ارمغان آورد بلکه عشقشان را به هم عمیق‌تر کرد. سارا و امیر فهمیدند که موفقیت واقعی در کنار هم بودن و یادگیری از مشکلات است. در یک غروب دلانگیز در پارک زیبا نشسته بودند و به غروب آفتاب نگاه می کردند. سارا با چشمان درخشانش به امیر گفت: تو باعث می شوی هر روز بیشتر به زندگی امیدوار باشم. امیر با لبخند شیرین و نگاه عاشقانه به او پاسخ داد: هر روزی که با تو می گذرانم بهترین روز من است. تو نه تنها شریک کاریم بلکه عشق واقعی من هستی. سارا و امیر روز به روز بیشتر به هم وابسته می شدند. آنها به یکدیگر نشان دادند که عشق و همکاری می تواند هر چالش را تسهیل کند. سارا گفت: ما با هم می توانیم هر مانع را از سر راه برداریم. و امیر با نگاه مطمئن گفت: عشق ما قدرتی است که هیچ چیز نمی تواند آن را متوقف کند. زمانی که موفقیت هایشان بیشتر شد، سارا و امیر تصمیم گرفتند که یک جشن کوچک برای تیم خود برگزار کنند. آنها می‌خواستند از زحمات همه کسانی که در این مسیر با آنها بودند تشکر کنند. در آن شب وقتی همه دور هم جمع شدند و خوشحال بودند، سارا با احساس گفت: این موفقیت نتیجه عشق و همکاری ماست. ما با هم به اینجا رسیدیم. امیر هم به او پیوست و گفت: بیایید به خاطر همه تلاش‌هایمان و عشقمان جشن بگیریم. در آن شب احساسات عمیق‌تر بین سارا و امیر شکل گرفت. عشق آنها نه تنها در کارشان بلکه در زندگی شخصیشان هم به ثمر نشست. سارا به امیر گفت: با تو زندگی زیباست و هر روز برایم خاص است. و امیر با نگاه پر از محبت به او پاسخ داد: تو نه تنها شریک کاریم بلکه شریک روح و قلب من هستی. این داستان عشق و همکاری نشان می دهد که وقت دو قلب با هم متحد می شوند می توانند به بزرگترین رویاها دست یابند. اگر داستان سارا و امیر برایتان جالب بود، لطفاً لایک کنید و ما را دنبال کنید تا با هم به سفر رویاهایمان ادامه دهیم. بیایید با هم به یاد داشته باشیم که عشق و همکاری می تواند دنیای جدید بسازد و هیچ چیز غیر ممکن نیست.